به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت همه شما دوستان و همراهانمون در سایت و اپلیکیشن آنتن. ممنون که همراهمون هستید با پخش زنده و مستقیم تقابل تیم‌های الوحده و النصر. حرکت قشنگ در محوطه جریمه، ضربه پای چپ تیر دروازه به لرزه در اومد. ضربه رودریگز به تیر عمودی اصابت کرد و گل نشد. با هم دیگه ببینیم اینجا به چرخش قشنگ مقابل مادو، این ضربه پای چپ و ضربه که در نهایت به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و برگشت داده شد. زردپوشان النصر و 70 پاس تیم الوحده فعلا در این مسابقه داشتن. پاس غریب رو به جلو، رونالدو در محوطه جریمه توی دروازه. گلزنی CR7 باز هم تکرار میشه در رقابت‌های لیگ برتر عربستان و النصر 1-0 جلو میافته. حرکت از گوستاوو آغاز شد، خود رونالدو پاس رسون به غریب. نه، آفساید نبود. پاس فوق‌العاده غریب برای رونالدو و این ضربه پای چپ که بدین شکل به گوشه دروازه رفت و دروازه عبدالقدوس عطیه بدین شکل باز میشه. الوحده 0 النصر 1. با هم دیگه ببینیم ضربه پای چپ عالی رونالدو رو که اینجوری درون دروازه قرار گرفت. ارسال برای غریب، با پشت پا پاس عالی ارسال شد. موقعیت برای کریستیانو رونالدو، موقعیت داره برای دبل کردن و این اتفاق میفته و رونالدو دومین گلش رو در این مسابقه به ثمر میرسونه. موتورش روشن شده در رقابت لیگ برتر عربستان. هفته گذشته اولین گلش رو زد مقابل الفتح و حالا 2 گل در مقابل الوحده به ثمر رسونده. مرد اول این مسابقه بوده. ارسال بلند که انجام شد، کار فوق‌العاده غریب رو با هم دیگه ببینیم. اینم پاس تکسر به سامی الناجی برای رونالدو و دروازه که باز میشه و النصر برتریش رو 2 برابر میکنه. عجب پاسی داد غریب و این ضربه پای راست رونالدو از بین پاهای عطیه توپ وارد دروازه میکنه و حساب کار رو 2-0 میکنه. دوباره تیم النصر، غریب ارسالش کوتاه هست روی نقطه پنالتی برخورد. اینجا اعتراض بازیکن النصر، اما داور بازی رو دنبال میکنه و خطایی برای تیم النصر نگرفته. در نهایت تصمیم داوران مسابقه چه بوده؟ نقطه پنالتی برای تیم النصر و ببینیم آیا کریستیانو رونالدو میره برای هتریک یا خیر. رونالدو حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و توی دروازه. هتریک کریستیانو رونالدو در مقابل الوحده و برای اولین بار در فوتبال عربستان هم هتریک میکنه. CR7 3-0 نفع النصر. توپو زد به سمت راست دروازه‌بان و انقدر زاویه داشت که نتونه توپ رو بگیره. عبدالقدوس عطیه خیلی خوب زد CR7 و حساب کار رو 3-0 میکنه. خوشحالی رودی گارسیا از هتریک کریستیانو رونالدو و حالا النصر خودشو با 37 امتیاز از صدر جدول لیگ برتر عربستان میبینه با درخشش کریستیانو رونالدو. ارسال بلند به سمت راست، چه فضایی داره اونجا سلطان الغنام. آفسایدی هم در کار نیست. پاس عرضی و عطیه توپ رو جمع میکنه. 1 ساعت از زمانی مسابقه جذاب سپری شد. حرکت از سمت راست، پاس رو به جلوی غریب برای رونالدو، موقعیت داره برای گل زدن، تک به تک و این بار خراب کرد ولی برگشتش گله و باز هم رونالدو گلزنی میکنه. 4-0 با درخشش رونالدو. النصر که به تازگی هم تولد 38 سالگیش رو جشن گرفته. با هم ببینیم اینجا حرکتش رو بازم مشکوک به آفساید بود. حرکت کریس، توپ اول گرفت عطیه اما در برگشت رونالدو دروازه رو باز میکنه و حساب کار رو 4-0 میکنه. حالا 5 گله میشه در جدول گلزنان لیگ برتر عربستان کریستیانو رونالدو. ارسال از سمت راست به محوطه جریمه، یه ضربه سر توپ تیر دروازه میخوره و دروازه باز نشد. پشت محوطه جریمه این شوت و توپی که باز هم در چارچوب نبود. سوت داور رونالدو حرکت میکنه، ضربه رو به توپ میزنه، خطرناک هم زد و توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. توپ هم از دست داد. مرن توپ رو گرفته، ضد حمله النصر. رونالدو هم هست، مرن توپ جلو میبره. پاس عرضی گوستاوو با پای چپ، رونالدو موقعیت داره برای گلزنی، پاس برای غریب اما توپ رد شد از این بازیکن. آروم برسونه به صدر جدول گلزنان یا نه. یه موقعیت داره رونالدو در دهانی دروازه
میرفت پنجمین گل هم او به ثمر برسونه. سوت پایان رو به صدا در میاره آقای سلطان الحربی با 4 گلی که کریستیانو رونالدو به ثمر میرسونه. تیم النصر 4-0 موفق میشه الوحده رو در یک بازی خارج از خانه شکست بده و اونا با 37 امتیاز فعلا صدرنشین لیگ برتر عربستان باشن تا پایان هفته 16 ها. امیدوارم که از تماشای مسابقه لذت برده باشی. همتون به خدای بزرگ و منان میسپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.